نگاه کنید. این اسبی ماست. تو آنی که پری‌ها با او اندرمانند باید رویم. یقین است که وزیر یخ فرو می رود. به فکرم پری‌ها از حد زیاد کوشش کردند. او رو باید باز داریم. شمشیر به تو یاری نمیرساند دوستم. وی تو را به تخت پاره تبدیل می‌کرد. احتیاط شو. نگران مباش. حاضر من یک حیله رو به کار میبرم. انا بینید. زودتر. داو تیزتر برو به سوار شو. زودتر برو به سوار شو. اگر تومان پراکنده نشود ما هیچ گاه جزیره رو پیدا کرده نمیتوانیم. اگر آن را پیدا نکنیم تو لشکری موشان رو نابود کردی، کاپیتان کرندی رو نجات دادی، مخلوقی بدهیبتی سنگین رو مغلوب نمودی و همه این رو به یگان ملکه انجام دادی. خودی من با میری موشان کاری کرده نمیتوانم. علاوه بر این تنها ملکه ملک قنادی جادو رو شکسته تو رو به خانه برگردانده میتواند. تو آخر همین رو میخواهی، همینطور نه؟ بله البته. سنگین را مغلوب کرد. اونها به طرف بحری طوفان ها رفتن و اکنون تنها نیست. مایور و کاپیتان همراهی باید آنها با او یاری میرسونند. تو به من سخنهای بیعقلانه میگویی. من همه کتابهای کتابخانه دربار را با دقت آموختم. درباره ملکه ملک قنادی در آنها کلمه گفته نشده است. لیکن نمیدونم، ولی آنها قرار دادند که جزیره رو پیدا کنند. این افسانه است. ولی اگر لختک چوبین به افسانه باور کند، من همه چاره ها را می اندیشم که این افسانه به حقیقت تبدیل نیابد. هوا ویران می شود. پیشنهاد می کنم با قفا برگردیم. ایستید. از پیش رفتن ما یگان فایده نیست، زیرا نشانه جزیره به چشم نمی رسد. تصور کنید که اگر یخ آب شود. اسب چیزی رو حس کرد. من باوری دارم. وقتی تماشای منظره طبیعت نیست، رفتیم ملکه را جستجو. من فکر میکنم که اکنون باید لختک چوبین ما را راهنمایی کند. آخر وی تلاشه چوبی درخت است. لیک ما با توفیل او به اینجا آمده. نه تنها به توفیل من. این را از کجا شنیده اید؟